اینجوری که بهت میگم قیمت رو بگو، حتما مشتری ازت میخره. مهمترین قسمت یک فروش قسمتی که فروشنده میخواد قیمت رو بگه، به خاطر اینکه قیمت خیلی مهمه و معمولا اینجور موقع هاست که فروشنده دچار استرس میشه، با خودش میگه نکنه من قیمت رو بگم نخره یا احساس بکنه که قیمت بالاست. با این تکنیک بی‌نظیری که الان بهت میگم یه بار برای همیشه با این چالش خدافظی میکنی. اصلا مهم نیست که داری آنلاین میفروشی یا حضوری. وقتی که ارتباط گرفتی و میخواستی قیمت رو اعلام بکنی، باید به شیوه ساندویچی قیمت رو بگی. یعنی اول یه مزیت رو بگو، بعد قیمت رو بگو و بعد فوراً دوباره یه مزیت رو بگو. مثلا میتونی بگی که این کتونی که شما انتخاب کردین وزنش خیلی کمه و پاتون رو اصلا اذیت نمیکنه، باعث میشه راحت بتونید قدم بزنید. قیمتش 2,700,000 تومنه، البته 2 سال هم گارانتی داره. یا مثلا اگه داری لوازم آشپزخونه میفروشی، بگو این دستگاهی که شما انتخاب کردین خیلی کم حجمه، فضای کمی رو از آشپزخونه شما اشغال میکنه. قیمتش 10,900,000 تومنه و 10 سال گارانتی بی قید و شرط تعویض موتور رو داره. به این شیوه میگن شیوه قیمت دادن به سبک ساندویچی. این شیوه رو امتحان کن، مطمئن هستم تبدیل مشتری به خریدارت حداقل 2 برابر میشه.